ما دیدم که کار به صورت جریان کلی نمی 5 کیلومتر تقریبا ما در 4 نقاط کارای مهم داریم. 4 نقاط. بله. چند پلچک ساخته میشه در 5 کیلومتر؟ در 5 کیلومتر تقریبا نظر به دیزاین و نظر به قرارداد شرکت ما بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. میثاق زید در خدمت شماست. باش که امروز تاریخ کنیم ما 5 اگست سال 2026 میلادی است. جایی که همین لحظه ما با شما صحبت دارم در نزدیکی دروازه ورودی شهر زیبای مزار شریف و روبروی هدیره عمومی مزار شریف قرار داریم. خداوند گذشتگان همه ما شما را که در اینجا خواب است مغفرت بکنن و جنت فردوس نصیبشون شود. یکی از کمرترین جاده های عمومی را اگر بگوییم که هر روز حادثات ناگوار و خونبار در این جاده رخ می‌دهد، اما خوشبختانه چند روز می شود که یا چند ماه بگوییم که در اینجا کار به شدت جریان دارد و سرک دو طرف بخیر عریض می شود. گاهی اوقات موترهای دست پاکستان حتی زمانی که میخواهد که عبور بکنه، سبقت بکنه از یک موتر دیگر، در همین جا دیگه حادثه اتفاق میفته و شمایی که ما رو میبینید شاید اعضای فامیلتون هم در این سرک شاید زخمی هم شده باشه و یک سرک بسیار مهم حدودا 3-4 ولایت از اینجا عبور میکند. بندر آقنه هم از اینجا عبور میکند، موترهای بندر آقنه، یعنی یک سرک بسیار مهم و با ارزش است. تمام سرک های افغانستان مهم و با ارزش است، اما این سرک واقعا به وسعت یافتن اشد ضرورت است. در دو طرف سرک همین نظر به شدت کار جریان دارد، هم این طرف و هم اون طرف. با ما حدودا 4 یا 5 دقیقه در موتر که می‌آمدیم در هر قسمت از این سرک عمومی تا پارک‌های صنعتی و تا اون طرف هم تا سرای زغال هم همین گونه کار جریان دارد و اینجا عملا انجینر صاحبا هم از دوربینایشان کار میگیرن، دوربین میندازه و سرک نقشه کشیش هنوز هم جریان دارد. قسم همین لحظه میبینید انجینر صاحبا در آنجا همین لحظه مصروف همو ترمیم و دیزاین خود است. همین لحظه سرک کسی نیست باید عبور بکنم من که برای کسی باید مایک خودم روشن بکنم. جناب انجینر صاحب شما اگر بفرمایید بین طرف اون طرف هم سعید این هم انجینر صاحب محترم السلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیراتی است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ اجازه مایک اینجا بانم. اینجا به انجینر صاحب که اون طرف آفتاب یک سر برای ما مزاحمت میکند. خوش هستم که شما را میبینم. سلامت زنده باشی. بخیر باشید. نام شما؟ محمد داوود صافی. صافی از کجا هستین؟ ما زمین وطن از همین مزار شریف؟ نه، از کاپیسا. کاپیسا؟ از کاپیسا آمدید اینجا؟ بله. چند سال میشه که اینجا هستین؟ تقریبا نمی شروع از این پروژه 3-4 ماه میشه. 4 ماه میشه. یکی از مهمترین پروژه های شهر زیبای مزار شریف واقعا که با دیدنش هر هموطن عزیز ما نه تنها اویی که در مزار شریف زندگی میکنه بلکه در ولایت های همجوار زندگی میکنه مطمئن هستم که خوش میشوند، بخاطر که سرک وسعت پیدا میکنه. بگین که چند ماه پیش کار را شروع کردین، کار چقدر پیش رفته و همین عملا که من با شما صحبت دارم پشت سر اون طرف هم انجینر صاحبای عزیز ما یا همکارای شما نقشه کشی دارن، نگه پس چی قرار است؟ دقیقاً واقعا یک پروژه بسیار عملمند بدون شک یک پروژه اساسی و میبینی که سرک ترانزیت کابل مزار است. بله. و بسیار از شهروالی مزار شریف یک به حساب یک پروژه عمده شمار می رود. بله. تقریبا 3 ماه میشه که کار این پروژه را آغاز گردیده. 3 ماه. خوش. تقریبا نمیاله که ما شما در اینجا موقعیت داریم به حساب یا پایمنت یا
طبقات اساسی سرک به نام سبیز خوش قاب سبیز یعنی آخری پینل لیر یا طبقه انداخته شده چشمه شما استاد است بله و کارهای استرکچر مینا بخیر نزدیک اونمو کمربند پل کارشان آغاز شده که پل مریض میشد به اندازه نمی سرک و همچنان نمیالی که ما شما استاد هستیم انجینر صاحبا مصروف نقش انداختن نمیجا پلچک یا کلورت است خب بهشون بپیشین جناب انجینر صاحب صفحه صاحب اینمی به خاطر پلچک است اینمی به خاطر پلچک است که آب اضافی از این منطقه را از این ساحه را به اون طرف انتقال بتن به چند متر طول سرک است و چند متر بخیر عریض می شود دو طرف تقریبا در قرارداد این شرکت که عبارت از شرکت نیوپیک و طارق شفیق است 5 کیلومتر با طول 5 کیلومتر قرارداد طول 5 کیلومتر بله ولی با عرض 21 متر یه عریض میشه داخل سرک در وسطش یا سنترلاینش یک عرض 1 متر گلدان هم ساخته میشه. خب ابی 21 متر عرض گفتین همراه این سرک فعلا هم است همراه بله به شمول ازی یعنی که 4 سانتی اسفالت یا قیر به اصطلاح ما بالای ازی من انداخته میشه و دیگه با اندازه 21 متر هر دو طرف عریض میشه. خب این 4 متر میشه بازی 3 متر 3 متر رو هستن تقریبا 5 متر کتشازی میشه 8 16 متر یک 2 متر شولدرشان میشه تقریبا 21 متر باز هم وسط که سرک جدا میسازه مثلا اون طرف جدا است نه اون مربوط به شرکت شما میشه بله نمیجا مربوط نمی سرک کدام کار است مثلا مسائل برقش است مسائل خطاندازی یا خطاندازیش است کلش مربوط به نمی قرارداد و نمی شرکت میشه. چند درصد کار پیش رفته جناب انجینر صاحب؟ تقریبا میال خو 20-22% کار انشالله ما کارم به سرعت انشالله جریان دارد. چند جای ما دیدم که کار به سرعت جریان دارد. نمی 5 کیلومتر تقریبا ما در 4 نقاط کارای مهم داریم. 4 نقاط چند پلچک ساخته میشه در 5 کیلومتر؟ در 5 کیلومتر تقریبا نظر به دیزاین و نظر به قرارداد شرکت ما 11 پلچک است و یکی به نام واش یا کازوی هستند که تقریبا 380 متر در نمو ساحه پیش ساخته میشه که وزیر از یک پلچک هم است که وقتی که او اضافه میشه باز میشه که سر واش تیر شود و همچنان شامل از یک پل کلان است که نزدیک نمو چیز است کمربند یا دروازه ورودی خوش اورم کارش شروع کردید؟ کارش شروع است کانکریت بیا پی سی سی همی پارشش انداخته شده. شما هر روز مطمئن هستید که نظارت داره در پهلوی از انجینران شورالی هم به خاطر تطبیق پروژه سر میزنن؟ هر روز جمعه فقط میالیم میجا بود رفتن اینجا در هر لیر که میبینی شما اینجا تست گرفته میشه و تمام کارا زیر نظر از او هستن مثلا کانکریت انداخته میشه از اون تستا نظر به امو نرم تکنیکی انجینری تستا داره زیر مراقبت از اینمی پروژه پیش میره. چند نفر اینجا مصروف کار است یعنی برای چند نفر زمینه کار فراهم شده؟ تقریبا که پرسنل مسلکی و غیر مسلکی بله در حدود 140 نفر هستند. ماشاءالله. بودجهشون مد نظر گرفته بودین چقدر بود؟ ما زیادی ما رفتم ما خود مگه در فیسبوک پست ماده بودیم. بودجه از این سرک در 5 کیلومتر تقریبا 270 طرفای 270 میلیون افغانی است. در یک سال بخیر به اتمام میرسه یک نیم سال 2 سال چقدر وقت داره؟ نظر به ورک پلانی که داده شده به 1 سال انشالله کار بخیر خلاص شاید ما که نمی کاره که به قسم نمی روان است امید دارم که زودتر خلاص کنیم. چند سال می نایسی انجینر با افتخار وطن ما مستر خدمت جامعه هستین؟ تقریبا این سال 16 سال است. 16 سال شما عملا کار بیشترین کار کردتان در کدام ولایت بوده؟ بیشترین کارهای ما
پروژه دوشی بامیان به نام پروژه دوشی بامیان یا B2B میگه که از پل دوشی شروع شد تا به شیبر تا شیبر نمو به قوی زیادترین کار ما در نمو اونجا بودن. انجینری را کجا خواندین؟ کدام فاتم خواندین؟ جلال آباد، مزار؟ انجینری را در ولایت خود ولایت کاپیسا پوانتون البیرونی از بخش سیوال فارغ شده. چقدر خوش هستین که در آبادی وطن 16 سال کار کردین. ما 16 سال شما را شنیدم، ما تمام احساس خوشی کردم که حداقل بعضیا به خاطر خراب ساختن وطن دست بر زده یا پاچه بر زدن، ولی شما الحمدلله به خاطر آبادی وطن دست یا پاچه بر زدین. مسائل خوش به یک طرف است، خود یک افتخار است. به خودم یک افتخار میکنیم و به وطن خودم افتخار میکنیم و به نظام خودم افتخار میکنیم. انشالله کار ما کار مسلکی هستن. چقدر وقت دیگم توانستم من قسم پیش میرم و به وطن خود خدمت میکنم. تاسو ویاړو او الله پاک تاسو دومره قوت درکړي چې د افغانستان په هر ولایت، په هر ولسوالۍ او په هر کلي کې د دې وطن د آبادی او د ښېرازۍ لپاره کار وکړي. بس من خدای ژوندی لره. بس تشکر ستاسو نیم چې زحمت هم کړی او در دې سره راغلی. سلامت ستاسو په اجازه موږ ولاړ شو د کارګر سره یو څه دقیقې خبرې وکړو. مهرباني. بس دې خواته په دې لاس کې د منګه لیفټ سایډ یا چپه طرف وایو هغه طرف ته کارګر زموږ ټول اخواته دي. د رایټ سایډ نه موږ ټول اړولي اخواته او کېدای شي هغې سره خبرې وکړو. دلته به هم لاړ شو او هلته به هم لاړ شو. او هغلته هم دي کارګر او دلته انجینر صاحبانو سره کم غواړي. بس یو انجینر څه که تاسو راته معرفي کړي د هغه سره به هم خبرې وکړو، د هغه احساسات به هم راواخلو. څنګه؟ مهرباني ځئ چې زړه صحیح. سلامت ستاسو سره به خدای پاماني وکړو، د هغه سره به خبرې وکړو. خوشبختانه با یکی از انجینر صاحبای اساس ما هستیم که اینا هم عملا مصرف کار هستن. انجینر صاحب مندانه باشین. خوب هستین؟ بخیر؟ صحت؟ شکر، زنده باشین. سلامت، زنده باشین. نام شما؟ اسم انجینر خوشحال سعیدی. انجینر صاحب خوشحال سعیدی. از کدام ولایت افغانستان هستین؟ من از ولایت کنر هستم. از کنر هستین؟ بله. در مزار شریف کار میکنین؟ در مزار شریف کار. انجینر کجا خوندین؟ من فارغ التحصیل هند هستم. هند؟ ماشاءالله. سال چند؟ در 2020 فارغ شدیم. و چند سال عملا کار میکنین؟ 2020 فارغ شدیم. یک 2 سال واره شخصی کار کردم. چند ساختمان دیزاین کردم. بعد از او باز بخش اما شرکت‌های شخصی در بخش استراکچر. در بخش استراکچر. همین لحظه که جایی که ما شما ایستاده هستیم و پشت سرم می‌بینیم که اونو چی اسمش؟ لنگر است. لنگر است. روله میگه. آخه این لایه چندمی سرک است؟ میشه اگر بشینید با ما فعلا این در جایی که ما کار میکنیم خوش ایرا نیچرال گراوند سرفیس میگه، NGC میگه میشه. خوش دیگه کاندیشن است که طبیعی است. موادی که فرض ما امبکمنت نمیکنیم، مواد اضافه نمیپردیم، کدام طبیعی شکل زمینی که است که ما کانستراکشن میکنیم. NGC یاد میکنیم. NGC خوش. و این به خاطر از است که باید کامبک شود و بعد از کامبکشن که برای ما استانداردهای اشتو برای ما میگه که باید کامبکشن از این 95% باشه. یعنی 95% وقتی کامبک شد تست گرفته میشه در ساحه. بعد از اینکه تست از پال شده در رنج بود، ما بعد از اون بالا از این مواد امبکمنت تا به قسمتی که تا به سابگرید برسیم. بعد از اون شما سب بیس دیگر سب بیس انداخته میشه. بعد از سب بیس کورس است. بعد از بیس کورس باز پیومنت سرک است کنه و بیتومنت و اسفالت سرک میشه. معمولا نمی سرک چون مسلک شما هستن ما میخوام که خود حال انجینر بسازم بخیر چند لحظه چند لایه انداخته میشه بعد از باز خیر انداخته میشه. خب از صفر شروع از اعتراض که این قسمت فلنگ زیاد میخوره. یعنی مواد اینجا فلنگ زیاد سطحی که مادار مسرک کم بلند است. اصلا نظر به نقشه ما 74 سانتی از خود همین سرک موجوده ما باید به طرف پایین بریم که دو قسمت ما یک لیر
خود چی داریم 2 لیر سبیز داریم 35 سانتی باز 1 لیر بیسکورس 20 سانتی داریم. بعد از اون 19 سانتی همراه اسفالت خود سرک ما و شما میتونیم که برابر سرک و 4 سانتی اسفالت توی این سرک موجودم که قدیم ساخته شده روی از و یک گلدان در وسط داریم. اینمی دیگه تقریبا تا جایی که ما هستیم تا میجرم انجینر صاحب. بله این قسمت این تقسیم این قسمت فلنگ زیاد میخواد که ما با موسب صدگیتی که 74 سانتی نظر به نقشه برای ما کراس سکشن داده تا به اصول برسیم شاید یک 5 لیر بخوریم باکمنت مواد بارو میگه میشه. هر لایه رو شما چک میکنین برای هر لایه دوباره کامپکشن میشه نظر به نتیجه 6 کدام استانداردی که در افغانستان کار میشه در نظر به زو دیگر کامپکشن میشه و در رنج که باشه کامپکشن بعد از اون اجازه دیگر بعدی را داریم که از طرف انجینر شارواله برای ما داده میشه که بعد از اون اداره شما میتونید که یو ځوان پایست د کونړ څخه راغلی است دلته کار کوي څومره خوشحاله است په خپل وطن کې کار کوي؟ والله دا ډېر خوشحالي ځای دی او ټول افغانانو ته چې زموږ وطن مخ په رونق دی پیشرفت دی او سړک دا سړک یو ترانزیتي سړک مالګني بندر څلور پنځه ولایت ته همدغه نه تېرېږي او نو سړکونه د اقتصاد ډېر ونډه لري ډېره لویه ونډه لري. په دغه اساس باندې څومره سړکونه د آبادۍ څو کاله کې تاسو په سر کار کوئ؟ فعلا خو زه تقریبا دغه 3 میاشتې کېږي چې راغلی 3 میاشتې مخکې له دې نه مزار ته راغلي واست؟ راغلی وم یو 2 دفعې راغلی وم مزار هغه بیا څو نورې پروژې وې چې هغه خو طرف ساختماني پروژې مزار ښار څنګه دی پرمختګ یې کې وګورئ څنګه آبادي ترقي څنګه دی؟ ماشاءالله ډېر ښه روان دی مزار نه چې بلکې دغه ساختماني کارونه په ټول افغانستان کې ښه روان دي. لکه سمنګان چې ورته ووایو یا په کابل کې هرات کې مزار کې دا لوی ښارونه د افغانستان دي. مزار هرات کندهار او کابل او همچنان جلال آباد دې ښارونو کې خو ماشاءالله ډېر زیات پیشرفت روان دي او دا ساختمانونه چې زه ګورم یو شپږ اووه کاله بعد به د کابل سره لږ ټکرې وایي انشاءالله انشاءالله. ډېره مننه کور ودان تاسو زموږ ویاړ یاست. الله دې عزت وکړي. سلامت اوسئ. عزتمند کور ودان خیر اوسئ. بشیر جایی که ما همین لحظه با شما صحبت میکنیم یک وطندار عزیز ما به خاطر هموار ساختن این لایه با این نام مترخش یاد ندارم به خدا پوزش میخوایم میبینید که چه رقم هموار میسازن باز اینا از خودشان رجع و اصول دارن مطابق با رجع و اصول اینا باز هموار میسازن. قسمی که انجینر قبلی صافی صاحب اشاره کردن که در چندین قسمت این 5 کیلومتری کار جریان دارد و اما تو پیش میریم همکاریم بیا و این تانکری آب پاشی میکنین شما خوب هستین خیرتی است و خیر هستین انشالله و این تانکرها یک تانکر هم نیست 2 تانکر است این منطقه را آب پاشی میکنن به خاطر از اینکه از گرد و خاک و غبار جلوی گیرن سړی مسه جوړ په صحتمند پارتو دیگه ما باید این طرف هم بیایم همکاریم اونجا هم اون طرف همو کارت سخی هم کار جریان داره او هم باید به تصویر بکشیم کمپ سخی کسایی که از کمپ سخی هستن و ما را میبینن بر شما هم سلام تقدیم میکنیم والله که در منطقه ما رفتیم
یک سلام هم نگفتین. علیکم سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. اینجا هم کار به شدت جریان دارد و انشالله تا میاد یک سال این سرک با تمام مشخصاتش که انجینر صاحب عمومی ارائه کردن در خدمت تمام مردم افغانستان قرار میگیره، خصوصا کسانی که در سمت شمال زندگی میکنن، اهالی ولایت بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل میتونن از این استفاده بکنن و میبینید که اینجا چگونه با سرعت کار جریان دارد. لودر بگوییم یا موتر که خاک هموار میسازن. این سرکای کمپ سخی است. ما به طرف کمپ سخی نمیریم چون هدف ما او طرف نیست، هدف ما این طرف است. هستی هم کارم پیش بوده. اکثر میبینید که اینجا دیگه خاک هموار میسازه و همین لحظه سرش عبور کرد. این که دیگه چندم لایه میشه و دیگه مربوط ما نمیشه، مربوط خود انجینرها میشه که باید قسمی که در آنجا از انجینر پرسیدیم اینجا باید پرسیده شد. اگر آفتاب مزاحمت میکنه خودت پیش برو، به شیر ما میاییم تو اینمی تو. هر هموطن عزیز ما که به خاطر آبادی وطن یک خشت میمانه ما با افتخار میکنه. محترم این طرف بیا، به شیر این طرف بیا، این طرف بیا، این طرف بیا، این طرف تیرش اینمی تو. برو بخیر. برو بخیر. اینا دیگه اونجا چند نفر دیگه هم کار میکنن، مرد کارا هستن. انجینر صاحب گفتن که چند نفر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و چند نفر مسلکی و غیر مسلکی کار میکنن. مسلکی شما نه انجینر صاحبای عزیزم هستن، ببخشین، و کسایی که مثلا از این موترها استفاده میکنن. حالا دوباره خاک این موتر دیگه میبینین دیگه کش میکنن میبرن. کار نمی است دیگه. هر چیز بر یک چیز ساخته شده. هیچ چیز به خاطر ایلایی به اصطلاح به ایلایی ساخته نشده. یک چیز حتما بر یک چیز ساخته شده و این نمی چیز برای نمی چیز ساخته شده. به خاطر که نامش یاد ندارم از خاطر این چیز میگم. اما لودر هم بگیم میشه. اگه نه لودر خو نمیشه، لودر خو شاید چی بکنه نه. ما همیشه با این مشکلات با این نام این وسایل سردرگم میشم دیگه. پوزش ما را بپذیرین. گرچه یک بار گفتم مثل حافظ قرآن باید در ذهن خود حق بکنم اما نشدن. نام خودم تو خاک میبره که دیگه چی دیگه ببینید. وقتی پیشرفت و ترقی وطن میبینی و سرعت کار و شدت کار میبینی یک نوع احساس خوشی برات پیدا میشه. واقعا این سرک به آبادی اشد ضرورت دارد. وسعتش خیلی کم است. هر زمان در اینجا حادثه اتفاق میفته و دلیلش هم کمبر بودن نیمی سرک عمومی مزار کابل است و اینجا هم میبینی که با برای موتر آمدن میسازه که بیاید چپه بکند. اینجا را سعی کنید کلشان چپه کردن. سلام علیکم. خسته نباش بیادر. خیرتی است؟ بخیر هستی؟ نامت؟ سید محمد است نامم. سید محمد از کجا زندگی میکنی؟ ما دم شهر زندگی میکنیم. شهر؟ بله. چند روز میشه اینجا کار میکنی؟ تقریبا یک ماه میشه زیادتر. یک ماه زیادتر؟ بله. چقدر خوش هستی که در وطن خود در خانه خود کار میکنی، هم پیسه بدیس میری هم در آبادی وطن سهم داری؟ بسیار خوش هستیم. از بیکاری رنج میبریم. همین که کار همیشه فراوان شد برای ما زیاد خوش هستم. امی کار نمیجا باشه بگی کس بگو نام ایران نمیگی. بله هیچ ایران هیچ وقت نمیکشه. سرک ما کلان میشه مثلا اینقدر جوانا مثلا دین و بیگایی یک تا موتر تکر کرد حادثه کرد. این سرک کلان شد برای ما چقدر خوب میشه. آزاد سات چیلا. بله. یک سرک که ازدحام میشه چقدر زیاد است. بسیار. ایران خونه رفتی؟ ایران رفتیم. خود چند بار رفتی؟ یک بار رفتیم. چند سال پیش رفته بودی؟ 4 سال پیش رفته بودیم. چند ماه ماندی در ایران؟ 10 ماه در ایران ماندیم. باز رد مرز شدی؟ بله آن. چقدر سختی ها کشیده بود؟ بسیار. یک چی داره؟ کو داره میگه از سر مو کو رفتی از جای دیگه؟
نه ما خو از راه آسان رفتیم ولی مشکلات ها باز هم بود دیدیم در جوان‌ها در اندیوالا در رفقا دیدیم. همین کوش میگه بسیار خطرناک. بسیار بسیار چند بسیار. ویدیوش هم دیدم چند روز پیش چند هموطن اسمات آنومه شهید بله شده بله بودن. بله آن ده. اینه دیگه هم ثواب هم خرما. بسیار خوب شدم بسیار خوش هستم که سرک ما بزرگ میشه شهر ما آباد میشه بسیار ما خوش هستم. ما هم یک نفقه خانه را پیدا میکنیم. بله بله آن دست ما در کار هست و ما دل ما خوش است. بله بله خوش باشه. زنده و سلامت موفق باشه بخیر باشه برادر عزیز. برای عزیزای ما که چند روز پیش حادثه ناگوار رخ داد در دشت مارگوی نیمروز که 19 تن از هموطنان عزیز ما راه را گم کرده بودند شهید شدند. خداوند برشان جنت الفردوس نصیب بکنند و برای بازماندهایشان صبر جمیل میخواهیم. باید تجارای عزیز ما در کنار از اونا قرار میگرفتن ولی حکومت هم حداقل 20 هزار افغانی برای فی خانواده داده ولی 20 هزار افغانی دیگه هیچ نیست. اول اگر خود سرمایه‌دار میشدم خدا شاید است والا برش 1 لک خو میدادم دیگه 20 هزار دیگه شما خودتان قضاوت خوب غیر است میگه برگ سفید در روش اما کم هم خوب است حداقل خوب است که نمرم داد گرچه نمیتونه که جای مو فرزند و دلبندش پره بکنه ولی حداقل خوب است. اینجا را میبینید که کلنگ میزنه ما باید یک بیل بگیرم و همراهشان در اینجا یک سهم بگیرم باش که بیل کجا هستن نیستن اونا توشان دویده میرن گریخته میرن چی بلا ما پیششان میرم میلایشان نمیکنم بیل میگم بته که ما کار بکنم بیل خواست پیش میگیرم خاک هم هست خوب است که او پاشی کنه بیار وطن دارم این بیل اینجا که ما هم سهم خود ادا کنم بیل بیار که ما هم یک دو بیل دیم که مردم بگی نمیم اینجا کار میکنن. سلام علیکم خوب هستی بخیر چی حتما خیرتی است خب بگو چه کار کنم امرت کار است هر کاری که میکنی کار نداری کار نداری نه همه قلوخایش خو میدان میکنم برات نگویا که ما که در جای برویم در پروژه که یک سهم نگیریم نمیشه کار دیگه بخیر خلاص است امروز خریب ها نه مانده نباشید خوب هستی خیرتی است نامکت امید جان از کجا هستی خودت از شهر مزار چند روز میشه جا کار میکنی حدود 1 ماه میشه. 1 ماه میشه بله. چند ساله هستی 20 ساله. 20 ساله بله. خارج خونه رفتی خارج هم رفتیم. ایران بله. چند دفعه رفتی 1 بار. 1 بار همین جوانا رو کار کدامش ما پرسون میکنه حتما یک دفعه چکر ایران نزده ایران ولی تو شده برای افغان هم مثل کابل وارد شده چند سال پیش رفته بودی ما تقریبا 5 سال پیش رفتیم. 5 سال بله. چند سال ماندی 4 سال. 4 سال ماندی رد مرس دیگه خودت آمدی نه خودم اومدم. چیزی ما ورد یعنی چه بکنم پیش از نگم میشه شکر است. نه بعضیا میرن واقعا زحمت میکشن اما دوری خانه را تحمل میکنه دوری اعضای فامیل را تحمل میکنه نرواری مردواری کار میکنه باز می اینجا قرار عروسیشان میکنه ما اونا رو تحسین میکنم اما سر شما بد نخوره بعضیا میرن فقط اونجا پیسه را پیدا میکنن اونجا مصرف میکنن دیگه دلش با اسکلش مرا چی میگه مجرد آدم است مرا در خانه چی میگه پدر ماست بیادر ماست آقای ماست مرا چی برسر خوش است که هم در وطن کار میکنی هم در آبادی وطن سهم میگیری و هم یک 4 روپا 5 روپا جیب میکشی شکر است. امروز دیگه 8 بجه آمده بودیم 7 بجه در کار شروع میکنیم 7 بجه تا 5 عصر است این مال 5 بجه شده دیگه تا 6 هستیم تا 6 است 2 ساعت در روز تعطیل داریم 2 ساعت به خاطر وقفه اینا چاشت و نماز خیلی حال چقدر وقت شما مونده یک دفعه این 20 دقیقه تون مونده دیگه خانه کجاست خانه دیدادی از اینجا میری دیدادی شبانه هم اینجا هستیم شب اینجا هستی بله اینجا کدام جای براتون جور کرده چی رقم اینجا ساختمان دارن 3 منزله 3 منزله کلی بچه‌ها اونجا میره کسای خانه‌شون درست بعضیا هستن و بعضیا میرن خودت مجرد هستی دیگه فعلا راحت خواب که قرار موفق باش برادر عزیز بخیر باشیم از شما هم یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با اساقسای بودین ما تلاش میکنیم همیشه در هر برنامه گفتیم و بعد از این تاکید میکنم که تمرکز ما سر 2 سوژه است و گاهی اوقات 2 سوژه همزمان در یک جای اتفاق میفته یکی از پیشرفت و ترقی وطن ما همیشه باید گزارش داشته باشیم خیلی دوستش دارم یکی از خوردنی های لذیذ و بامزه وطن
این دو تا رو دیگه ما خیلی دوست داریم و همیشه اینا رو تعقیب کردیم، تعقیب هم میکنیم. باید بریم به دفتر و این عاجلی برنامه رو ادیت بکنیم برای فردا شب که از نشر نمانه. خب با ما باشید، چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدهید. ما از مکانهای مختلف شهر زیبای مزار شریف برای شما گزارش تهیه میکنیم. تا فردا، بدرود.